أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی باد که به ایشان یاری کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و شهادت می‌دهم که محمد رسول اوست. امروز ما کلامی نو بی پایانی احسن که معنایش نیکی کن، خالص باش میباشد بررسی میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید توسط چیزهایی که الله به تو انعام نموده است سوی منزل آخرت سعی کن، اما نصیبت را در این دنیا فراموش نکن. نیکی کن چنان که الله به تو نیکی عطا کرد و کوشش پهن فساد را در زمین انجام مده. هر آینه الله پهن کنندگان فساد را دوست ندارد. احسان همچون اسم مصدر فعل احسن، معنایش عبادت الله را چنان انجام دادن که آن را در حقیقت عبادت نامیده شود. گویا تو الله را میبینی و بزرگی و قدرتش را ادراک میکنی و اگر تو او را ندیدی پس او تو را میبیند. او هم عملکرد آشکارای تو را و هم چیزی در دلت پنهان بوده را میداند. از این رو احسان، صمیمیت باید در هر یک کار موجود باشد. الله به موجودیت صمیمیت در همه کارها فرموده است. اگر جهاد انجام داده شود پس آن باید صمیمی از برای الله برده شود. اگر قربانی کرده شود پس آن هم باید به خاطر الله انجام داده شود. هر یک کار باید خالصانه انجام داده شود، زیرا صمیمیت صفت حتمی امت اسلامی است. صمیمیت امت خود به خود کم نمی شود، برعکس امت باید آن را به دیگر مکانهای عالم انتقال داده برای بشریت نیکی را انجام دهد. آن باید آدمان را از تاریکی به نور سوی دین الله برآورد و اگر نفر قبول کنی اسلام را نخواهد پس به هر حال در زیر حاکمیت مسلمانان باید صاحب شرایط مناسب زندگی گردد. موافق اسلام ذمی ها در دولت اسلامی به داشتن شرایط مناسب زندگی حق دارند و مسلمانان را ضرور است که به آنها معامله خوب داشته باشند. مثال این را در رفتار عمر ابن خطاب دیدن ممکن است. هنگامی که او با مرد ذمی وا خورد که سالخورده و میانش خم بود به او گفت چی تو را به این حال آورد؟ او جواب داد جزیه. آنگاه عمر گفت ما به تو معامله عادلانه نکردیم. عمر آن را در نظر داشت که مسلمانان امکانیت او را در زمان جوانیش استفاده نموده در پیریش او را به حال خود واگذاشتند. بعد این عمر فرمود که از دوش آن پیرمرد جزیه را گرفته برایش از بیت المال نفقه جدا کنند. این را صمیمیت و معامله خوب گویند. صمیمیت یعنی احسان باید در معامله با همه موجود باشد. اگر تو صمیمانه رفتار کنی عملت درست شده الله سبحانه و تعالی از تو برای آن راضی خواهد شد که کارت را چنانه که او برایت فرموده بود عملی ساختی. الله سبحانه و تعالی به تو میگوید نیکی کن چنان که الله به تو نیکی عطا کرد و تو میدانی که الله به تو نیکی های زیاد عطا کرده است. همزمان بدان که ناوابسته از کوشش هایت برای انجام عمل خیر تو به آن درجه نیکی هایی که الله برایت عطا کرده است رسیده نمیتوانی. با وجود این تو باید با نیکی و با صمیمیت با صمیمیت پاسخ دهی. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید آیا پاداش نیکی تنها نیکی نیست؟ عادت با نیکی جواب دادن به نیکی به همه آدمان تعلق دارد. به آن اعتبار دهید که حتی آفریدگار بشریت از خلال وقت و مکان آفریده‌اش به انسان و تمام موجودات نیکی میکند. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است که او ذات است که نمود ظاهری هر یک چیز را عطا کرده سپس هر یکی را بر راه روانه ساخت. صمیمیت باید صفت جدا نشونده دعوتگر باشد، چون که وقتی که تو آدمان را به اسلام دعوت میکنی صمیمیت تو قلب‌های آنها را جلب میکند و در نتیجه آنها دعوت مبارکت را پذیرفته حتی با آن همراه میگردند تا که آن را با خود بردارند. نیروی دعوت با صمیمیت خود و رفتار نیک افزون میگردد. حتی بحث با کافران نیز باید با آهنگ صمیمی انجام داده شود. الله سبحانه و تعالی میفرماید با اهل کتاب تنها با اسلوب بهترین بحث و جدال نمایید. همینطور کلمه احسن که معنایش نیکی کن صمیمی باش میباشد کلمه بی پایان و صفت ارزنده انسان است که به فرمان الله سبحانه و تعالی موافق میباشد. کسی که صمیمیت را حاصل کرد کامیاب گشت، اما کسی که آن را به دست نآورد خود را گم کرده حالش تباه گشت. صمیمیت در همه چیز باید موجود باشد. من به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки навораҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.